السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما برادرای پدرهای مهربان و این روزی بندگی خدا، روزی خیلی پر اجر و پر ثواب، تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با همراهی شما دعا میکنیم که پروردگارا امروز را چگونه روزی خیلی پر اجر و پر ثواب است برای ما. خدای مهربان این روز را روزی مبارک بگردان و خدایا تمام آن اجرها و ثوابهایی که در این روز هست برای این بندگان خدایا نصیب روزی بگردان و خدایا گذشتگان این قوم جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری ها خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از خاندان ما و شما هستند، چه از سفر حج باشد، چه از سفر طالب علمی باشد، چه از سفر رزق روزی باشد، خدایا همگی را صحت و سلامت به خاندان بر بگردان. هر مراد، هر مطلوب، هر مقصودی که در دل این بندگان تو هست خدایا با فضل و کرم خودت برآورده خیر بگردان. فرزند طلب ها باشد خدایا فرزندهای سالم و صالح نصیبشان بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم البته از تاریخ حضرت ابراهیم عبارت بود و الحمدلله که ما و شما اگرچه مختصرم که بود از تاریخ این حضرت آگاه شدیم و چه جفاهای پیغمبرها علی الخصوص حضرت ابراهیم کشیدند که ما و شما از بعض آن جفاهای حضرت هم آگاه شدیم. البته ناگفته نماند که هر جایی که یک دوست خداست باید که در عذاب و مشقت و مصیبت باید گرفتار باشد. این سنت الهی هست. باید که ما و شما در هر یک پستی ها و در هر یک مشکلاتی که بالای ما و شما می آید باید که صبر کننده باشیم. پیغمبر خدا می گوید قال الله عز و جل که خدای مهربان گفته بوده است اذا وجهت الى عبد من عبید مصیبتا، اگر بالای کدام از بندگانی که در روی زمین زندگی میکنند اگر مبادا یک مصیبت، یک مشقت، یک مشکلات بالای او آمد فی بدنه او ماله او ولده، خواه در بدن خود او آمده باشد این مصیبت، خواه این مصیبت و مشقت در فرزند او آمده باشد، خواه این مصیبت و مشقت در مال او آمده باشد، ثم استقبل ذلك بصبر جمیل. پیغمبر خدا گو خداوند میگوید وقتی که این بنده من این مصیبت را به نهایت خوب قبول میکند، چگونه که یک خرسندی بالاش می آید و در خرسندی خرسند می شود، اگر در بلای من، در مشقت من، در مصیبت آوردگی من اگر خوشنود باشد چی می شود؟ مکافات او چی هست؟ مکافات او را خداوند معین کرد استحییت عنه یوم القیامت ان انصب له میزانا او انشر له. من شرم می‌دارم گفت خداوند، حیا می‌دارم که اعمال این گونه بنده‌ای که در دنیا در مصیبت من صبر کننده بود در روز قیامت چیکار کنم؟ در روز قیامت اعمال او را در ترازو وزن کنم، یا اینکه نامه اعمال او را در روز قیامت فرمایش کنم که نامه اعمالت را بخوان. یعنی این گونه بنده هایی که در دنیا صبر کننده هستند اینها روز قیامت نه ترازوی اعمال میبینند و نه دفتر اعمال میخوانند. اینها از روی گفت خداوند که حدیث قدسی است البته وارد جنت میگردند. و این گونه مصیبت هم
البته بالای حضرت ابراهیم هم آمده بود و حتی رنجها و مشقتها، چه از بتپرست‌های اطراف خود، چه از بتپرست‌های همسایه‌های خود و از همه علل خصوص از پدر و مادر خود کشیدگی بودند. ما و شما تا جای آمدیم که حضرت دیگر طاقت نگاه کردن بر این هیکل‌ها نداشت و این منظره حضرت ابراهیم را خیلی ناراحت می ساخت که پدر او، مادر او در نزد یک هیکل سرخم می کند، از او حاجت طلب می کند، از او مراد خود طلب می کند. این منظره برای حضرت ابراهیم خیلی ناخوب آمد و در آخر چکار کرد؟ پدر و مادر خود در نزد خود شیناند. ساعتی آمد که باید پدر و مادر را نصیحت کند که شاید که با این نصیحت این پدر و مادر از این بت پرستی بازگردند. که این حکایه را خدا قال لأبیه یا ابتی لما تعبد ما لا يبصر ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت ابراهیم به سوی پدر خود گفته بوده است: پدر جان، گفته است چرا تو یک سنگ را خدا میگوی، یک سنگ را عبادت میکنی که لا يسمع ولا يبصر، وای صدای تو را نمیشنود، وای فریاد تو را نمیشنود، وای زاره و تولای تو را نمیشنود، ولا یبصر، وای چشم دیدن هم ندارد تا که به این گریه ها و زاره و تو چکار کند؟ نظر کند؟ ندارد اینا. ولا یغنی عنک شیئا. پدر جان گفت و این هیکلی که الحال تو خدا میگوی، این چنین خدایی هست که این نه ضرری تو را دور کرده میتواند، این نه به تو یک منفعتی رسانده میتواند. یا ابتی اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی. ابتی اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. حضرت باز مراجعت کردن، گفتن پدر جان، گفتن به تحقیق که من پیغمبر هستم، مرا خداوند به پیغمبری برگزید، علم دارم، چنان علم دارم که تو پدر من همان علم را نداری، چنان فهمیشه که برای من خداوند داده است برای تو نداده است. اهدیک صراطا سویا. از تو التماس دارم پدر جان پیروی من شو، اگر پیروی من بشوی تو آخرت چکار میکنی؟ نجات میابی. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. خدا میگوید. باز چی گفت ابراهیم؟ گفت پدر جان، گفت تو شیطان را عبادت نکن. این هیکلی که الحال تو راست کردی او را به حیث خدا تو عبادت میکنی، این شیطان است و شیطان در نزد خداوند گناهگار است. تو این را عبادت نکن. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی، باز گفتن پدر جان، گفتن اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدر جان گفتن من می ترسم، بسیار ترسننده هستم که اگر تو از همین عبادتی که الحال هیکل ها را پرستش میکنی اگر دست نکشی، تو در عذاب خدا گرفتار میگردی و تو روز قیامت همراه شیطان هستی. این نصیحت های خیلی قیمت حضرت ابراهیم برای پدری خودش کرد. لیکن پدری که نصیحتی نیک وقتی گوش نمی کند،
وقتی نصیحتی خوب برای او خوب نمی آید، وای در جواب چی گفتن؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. گفتن ابراهیم گفت تو الحال این دعوتی که مرا به سوی خدای خود کردی، از این معلوم می شود که تو بر همین خدای ما عبادت نمی کنی؟ گو نگو، من تو را عبادت، من تو را دعوت دارم که این خدا نیست، این شیطان است، تو این را عبادت نکن. پدر در غضب شد. لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. این پدر چی گفت؟ گفت اگر، گفت ابراهیم گفت اگر به شرطی که تو از خدای ما، از عبادت این خدای ما اگر رو میگردانی، من تو را هر آینه گفت سنگسارت میکنم. وهجرنی ملیه، رو گفت من دیگر فرزند ندارم. پدری که در تقدیر او اگر خداوند سیاهی را کشیده باشد، بدبختی را کشیده باشد، چی میگوید؟ وهجرنی ملیه، رو از پیش من که دیگر من فرزند ندارم، تو برای من فرزند نیستی. حضرت ابراهیم بعد شنیدن این جواب دغلانه پدر چی گفت؟ سلام علیک. حضرت یگان غضبناک نشدن، یگان استراب ده هم نه آمدن، بلکه گفتن سلام علیک ساستغفر ربک انه کان بی حفیه. پدر جان گفتن اگر چنده که جوابی تو خیلی جواب نامعقول بود برای من، اگرچه دل من برای تو خیلی می سوزد، زیرا که این راهی که تو اختیار کردی راه دوزخی هاست، لکن تا وقتی که من جان در بدن دارم از خدای خود طلب مغفرت در حق تو میکنم که خدا تو را هدایت بکند. این حضرت ابراهیم به سوی پدری خود گفت من میروم، گفت من خانه شما را ترک میسازم، برای من این گونه پدر و مادر مشرک لازمم نیست، من میروم، لیکن تا روز رفتن چیکار میکنم؟ من از خدای خود در حق تو طلب مغفرت میکنم. این حضرت ابراهیم برای پدری خود گفت و چیکار کرد؟ میگد بعد این مفسرای قرآن میگوید که دیگر با پدری خود گپی نشدن، ملال شدن، دیگر پدر و مادر برای ابراهیم یک کسی بیگانوار حساب میافت. و بعد این قصه را مختصر میکنیم زیرا وقتی ما خیلی کم مانده است. در همان زمان نمرودی ها هر سال یک توی داشتن. صاحب تاریخ میگوید هر سال یک توی میکردن برای خاطر همون بت‌هایی که در بتخانه داشتن، قید میگرفتن و ترتیب توی آنها این بود که طعامهای زیاد میپختن، طعامهای زیاد میپختن، رنگابرنگ میپختن و نزد همون بتخانه خود میبردن و در بتخانه نزد هیکل ها میگذاشتن. سحر میگذاشتن تا بیگاه در یک میدان کلانی رفته این توی خود میگذرانیدن با امیدی که این طعام ها در پیش خداهای اونها تبرک می شود، بیگاه آنها را آمده در خانه می خوردن. این گونه توی ها داشتن. چگونه ای که توی ما و شما هم که در یک سالی نو در هر خانه مسلمان شرم ناکده قید می گیرن، مثل همون بود پرست ها هم چیکار کردن؟ این گونه توی داشتن. من راستی بار از یک جوابی برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جوابی داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سالی نو، قید گرفتن سالی نو.
ما به حکومت دارا و به مکتب ها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست، این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارن، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، اینا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش، اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما هم قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری به صد زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاص آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگه اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین، با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نی، به دست منم نی، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگر چندی تلخ است. گفتم پیغمبر محبان خورده صد سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری را، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگه دی سگ ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگ ها دارند او او. این کاروان ها رفتن میگیرن، سگ ها جکیدن میگیرن. این یکی سگ از سگ های خداست. همان توی قید کردن. حضرت ابراهیم پدرش مجبور کرد که ابراهیم همراه من در همون توی اشتراک میکنی. این توی همون بود پرستا بود. حضرت ابراهیم میگوید لباس های همون تویانه را پوشیدن و با همراهی پدر تا راستی همون بتخانه‌ای که داشتن، همون بت پرستا رسید و به سوی آسمان نگاه کرد. فنظر نظرة فی النجوم، خدا در قرآن میگوید فقال اینی سقیم. حضرت ابراهیم به سوی آسمان نگاه کرد و گفت پدر جان، گفت الحال من ستاره خود دیدم، من بیمار میشوم. اون زمان همان بت پرستای نمرودی ها به ستاره ها هم ایمان داشتن، به افتاب هم ایمان داشتن، به مهتاب هم، همه اینها ده
ایمان آوردگی بودن، همونها را خدا میگفتن. حضرت ابراهیم نه به نیت خدا بودن و بلکه از این یک حاصل یک موضوع باید که حاصل میشد. حضرت ابراهیم مقصدش این بود که وی را نزد بتخانه بگذارند و ترکش بسازند و حضرت ابراهیم به آن بتخانه درآید و چی معامله بر آنها بتها کند. این نقشه را در دل داشت. وقتی که این حضرت ابراهیم گفت که من بیمار می شوم، پدرجان گفت فتولوا عنه مدبرین. خدا میگوید ابراهیم میگه در زمین خودش را میشکید و میگفت که من کسل وبا شدم. مردم اون زمان از وبا بسیار میترسیدن که کسل گذرنده بود و پدرش و همه قومش میگه ابراهیم ترک کردن، گفتن بگذاریدش، این کسل وبا شده است، البته عاقبت هلاک میشود. و خود میگه به همون میدانچه کلانی که در همون شهر بابل بود، عراق امروزه، رهسپار شدن. وقتی اونها رفتن که در سوره صافات هم خداوند برای ما و شما میگوید و تالله لأکیدن اصنامکم. حضرت ابراهیم آهسته آهسته میگه زمزم میکرد الحال مرا در این نزد بتخانه ترک بکنید، به خدا قسم میدانم که این بتخانه را چگونه با چه عمل در داخل او عمل را انجام دهم. شما روید، قسم به خدا میدانم این بتهای شما را ریزه ریزه میکنم. همگی رفتن، در دیه کسی نماند. حضرت ابراهیم وارد خانه شدند. همان بتخانه ای که دو طرف سنگ های میده میده از صورت های عبارت بود و در بر بالا همان رئیس کلانش صورت نمرود زدگی، دروازه را کشادند. دروازه را کشادند، نگاه کردند که در پیش بتها طعام زیاد گذاشتگی هست و به سوی همین بتها با یک طریق غضب حضرت ابراهیم گفت چرا گفت این طعام ها را نخوردید؟ میگد بتخانه خاموش بود. برای چی جوابی مرا نمیگردانید؟ همه سنگ ها خاموش. از سنگ چی جواب است؟ حضرت میگوید همان تبری که نزد همان دروازه بتخانه گذاشتگی بود. غیرت حضرت ابراهیم ببینید، خود تنها بودن در روی زمین. در همان زمانه یگانه ابراهیم بود که الله میگفت خلاص دیگر کسی نبود، همه نمرود میگفت. تبر را گرفت و همان خداهایی که نمرودی ها میپرستیدن از همین طرف راست سر کرد. در دست راست تبر دست ها و پاها و گردن های اونها را شکست. طرف راست انجام داد. خداوند میگوید فجعلهم جزازا الا کبیرهم. طرف چپ را هم میگه شکست مگر که همان بوتی کلانی که در بر بالا بود و ایرانه شکست، بلکه تبر را در پیش او گذاشت. در گردن همان بوتی کلانی تبر را میگه خداوند گذاشت که قصه ای را ذکر میکنه در قرآن لعلهم الیه یرجعون. حضرت ابراهیم میگوید برای چی آن بوتی کلانی را نشکست؟ آیا ترسید؟ نه ترسید، بلکه حضرت ابراهیم با عقل ذکاوت خدا دادگی فکر کرد که اگر مبادای از من بپرسند که این بتها را کی شکست، من میگویم تبر در نزد کیست؟ همون کس شکست. و یا مفسرها دیگر زیلم تفسیر میکنن، میگوین که مبادای حضرت ابراهیم در خیال خود گذرانده بود است که اگر آمدن و این بتخانه و این شکستگی ها را دیدن، از همان بوت کلانی میپرسن که این بتها را کی شکست. وقتی بوت کلان که خاموش باشد شاید که اینها بیدار شوند که از این یگان منفعت ضرر نیست.
شاید که بیدار شوند که اگر این خدا باشد چرا این فرزندهای خود محافظت کردن نتوانست. خلاص حضرت همه را میده کردن مگر کلان را و از بتخانه بیرون شدند. قرآن میگوید وقتی که شب شد، از همان توی فساد و از همان سال نو قید میگرفتگیشان برگشتن همه مست. برای گرفتن این طعام ها باید به خاندان برن، این تبرک می شود. وقتی که به بتخانه در آمدن، در بتخانه را کشادن، یک حالت خیلی ناگوار همه اونها را چیکار کرد؟ احاطه کرد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فریاد زدن کی خداهای ما را با این احوال افتاند، کی خداهای ما را شکست. انه لمن الظالمین. نمرود گفت کدام شخصی که این خداهای ما را شکست و این نفری هست که در جان خودش ظلم کرده است. او کسی هست که ظالم در بین ماست. وقتی اعلان کرد، نمرود اعلان کرد در تمام همان اطراف ها که این کسی که جنایت را صادر کرده است، جنایتکار را یافته نزد من بیارید. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. خدا باز در قرآن قصه میکند که یک چند نفر وقتی که ابراهیم نزد بتخانه بود و آهسته آهسته زمزم میکرد به زبان خودش که الحال شما از پیش من روید، من میدانم که با این خداهای شما چی معامله کنم. این سخن او را یک دو نفر از نمرودی ها شنیده بودند و نزد نمرود خبر کشیدن سمعنا فتى یذکرهم، ما نزد بتخانه یک جوانی را دیدیم. همان سالها حضرت ابراهیم 16 ساله بودن. میگد ما یک جوانی را دیدیم که با زبان خود میگفت که ما میدانم بعد از شما که با خدای شما چی معامله کنیم. یقال له ابراهیم، و این نامش ابراهیم است. وقتی نمرود این سخن را شنید چی گفت؟ قالوا فأتوا به على اعیون الناس لعلهم یشهدون. گفت مادامی که همون جوان باشد، جوان را گفت به نزد مردم بیارید، به نزد مردم بیارید، مردم را همه جمع کنید. شاید که همین مردم، مفسرها تفسیر کردن که شاید که همین مردم شاهدی دهند که همین عمل را ابراهیم انجام داده است، یا اینکه مفسرها میگویند که شاید که ابراهیم خود در بین مردم گوید که همین عمل را من انجام دادم، بعد نمرود کار کند حکم حضرت ابراهیم را صادر کند. در حال وقتی که فرمان نمرود که شد، تمام میگد نوکراش بیرون جستند و به خانه حضرت ابراهیم آمدند. حضرت ابراهیم را پیشاپیش کردند، دستگیر کردند، دستهای را بستند و به درگاه قصر نمرود حاضر کردند. وقتی نمرود حضرت ابراهیم را دید، از او سوال کرد قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. ابراهیم گفت آیا این عمل خیلی ناجایز و درشت و دلخراش برای ما تو انجام دادی؟ این خداهای ما را گفت تو شکستی؟ حضرت ابراهیم چی گفتن؟ گفتن قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون. حضرت ابراهیم ناترسانه با یک سر بلند گفتن نه، گفتن من نکردم. مفسران میگویند حضرت ابراهیم
در حال حیات خودش 3 بار لفظ دروغ را استفاده کرده است که این دروغ نیست گفتن، بلکه از این دروغ گفتگی های حضرت ابراهیم کارهای ثواب انجام یافتگی هست. مثل که در شکستن بت‌ها گفت من نشکستم. و دوم در بردن حضرت سارا رم وقتی که به سوی مصر می برد، در سوی مصر هم یک ظالم گرفتار شد و سارا که خیلی حسن زیبایی داشت و به او عاشق شد، از ابراهیم پرسید که آیا این کی هست، به تو چی می شود؟ گفت اگر بگویم که زنی من می شود، هر آینه این ظالم این را از دست من می گیرد. از این خاطر چی گفت؟ این گفت خواهر من می شود. حضرت ابراهیم اینجا هم چیکار کرد؟ لفظ دروغ را برای آینده کار ثواب استفاده کردند. و سوی نمرود هم گفت بل فعله کبیرهم، اینا گفت من نکردم، گفت بلکه گفت همان بوت کلانی کرده است. این عمل را همان بوت کلانی کرده است. اگر باور نمی کنید رفته از همان بوت کلانی پرسان کنید. اگر زبان داشته باشد برای شما گفت بیان میکند. وقتی این سخن را از زبان ابراهیم شنیدن، همه حیرت گذاشتن، در حیرت ماندن که این خداهای ما سخن نمیگویند. و هر کدامش میگه در همین بین یکدیگر را نگاه میکردند و گفتند که در بین 1 ساعت یا 2 ساعت تنفس. سوال حضرت ابراهیم همه ای را در حیرت گذاشت. آمدن با یکدیگر میگه، قرآن میگوید که با یکدیگر چیکار کردند؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. وقتی با یکدیگر آمدن صحبت کردند گفتند در حقیقتا حضرت ابراهیم راست میگوید. این خدایی که ما داریم وای سخن نمیگوید، وای نمیشنود. الحال این جنایتی که صادر شده است باید ما از او پرسیم. وقتی ما جواب نمیگوید این چگونه خدا هست؟ یعنی هر کدامی اونها عقیده هاشان تغییر یافت. بعد چنده باز همون کفر میگد بالای اونها غلبه کرد و باز همون عقیده ویران اونها در وجود و در سر اونها پیدا شد و گفت ابراهیم گفت تو میدانی که خداهای ما سخن نمیگویند، باز چرا از ما پرسان میکنی که رفته از خدای خود بپرسید که این عمل را خدای کلانی کرده است؟ این شما میدانید. و نمرود به تمام همون اعضای حکومت خود میگد فرمان داد که اگر شما بخواهید که به خداهای خودمان یاردم کنیم حکم مرا گوش کنید. نمرود میگد حکم برآورد. چی حکم برآورد؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. گفت حکم من گفت بالای ابراهیم همین است که بجز سوزانیدن دیگر هیچ راهی نیست. این کاری که ابراهیم بالای خدای ما و شما کرده است، اگر در ما و شما ذره ناموس باشد، اگر در ما و شما ذره جسارت و دلاوری باشد، ابراهیم را به آتش بکشید. این گپی نمرود برای همه اونها قانون بود. در حال از پی اجرا کردن فرمان نمرود شدند و یک بیابان خیلی کلان را برای خود اختیار کردند و 1 ماه مفسرای قرآن میگوید 1 ماه هیزم کشیدند. 1 ماه میگوید در یک میدان کلان هیزم زیاد جمع کردند و او را چکار کردند؟ در گراندند.
وقتی این هیزم ها سوخت و بعض مورخان میگویند که تا 10 روز این آتش خاموش نمیشد، میسوخت. لخچه های زیاد و گرمی زیاد حاصل کرد. حتی مفسر تفسیر انوار القرآن میگوید که اگر چنان آتش افروخته شد که اگر بر بالای همون آتش پرنده اگر گذر میکرد هر آینه قنات او میسوخت. این قدر میگد آتش تفسانه برای سوختن ابراهیم میگد تیار کردن. و از دو جانب پایه ها زدن میگد، از یک طرفی همون آتش و از طرف دیگر، و بین میگد یک سیمی را کشیدن و یک صندوق برای ابراهیم تیار کردن و باید که ابراهیم را در این صندوق جا کنن و بالای همون سیم کشاده میکنن و این صندوق خود راست به همون آتش رفته میافتد. این عمل را هم میگد جا را معین کردن، سیم را کشیدن، پایه ها را گذاشتن و ابراهیم را آوردن نزد آتش. ابراهیم را بدنش را میگه لوچ کردن و دستهای او را زنجیر بستن، گردنهای او را زنجیر پیچ کردن و در داخل همان پیش از آنی که در داخل صندوق جا کنن، نمرود که بسیار ابراهیم میگد قد و شکل خیلی زیبا که داشت و سوی گفت و جان جوانی خود رحم کن. ابراهیم گفت اگر تو به خدا بدن من باور کنی و این خداهای ما را پرستش کنی، هر آینه گفت من از این فرمان دادگی خود پس میگردم. ابراهیم گفت به خود بیا. لیکن ابراهیم میگد وقتی نمرود این سخنها را میگفت، ابراهیم چیکار میکرد؟ ابراهیم میخندید. ابراهیم خنده میکرد، زیرا این سخنهای بی عقلانه و بی فکرانه نمرود که میشنید در حیرت میافتاد که خدایا این بنده چی قدر گمراهی هست، این از خدای خود چی قدر دور هست، نمیداند قدرت خداوندی را. ابراهیم میگد به سوی همین نمرود چی گفت؟ گفت خداوند هیچگاه زر خالص را نمی سوزاند. و حضرت ابراهیم میگه صداهای میشنید، لا تخاف یا ابراهیم انک انت الاعلی. ابراهیم تو از این جمعیت نمرودی ها نترس که تو بالای این جمعیت غالب میایی. حضرت ابراهیم که یک پشتیبان خیلی مستحکم از بالای سر که داشت دیگر پروای این نمرودی ها نکرد و میگد بالای همون عرابه سوارش کردن و میگد سیم در حرکت در آوردن. وقتی میگد سیم در حرکت در آمد و این صندوق نزدیک میشد، تمام میگد ملائکه ها و تمام مخلوق خداوندی، زجت ملائکت السماء والارض، تمام ملائکه ها و تمام مخلوق های خداوندی در چریکس در آمدن. وقتی میبینن ابراهیم در داخل یک صندوق و به سوی آتش میرود، البته این حالت، این منظره برای ملائکه ها هم خیلی ناگزیر بود، خیلی ناخوب بود. فریاد زدن، داد میزدن و حضرت میکائیل که این وابسته به بارش است به سوی خداوند گفت پروردگارا چی می شود که مرا اجازت دهی تا که رفته این خلیل تو را از این آتش خلاص کنم؟ خداوند چی گفت؟ گفت یا ملائکتی، ای جمع ملائک همت پایان شوین، این استغاث خلیل ابراهیم منکم بشیء فاغیثه. اگر همین خلیل من ابراهیم اگر از کدام شما مدد طلب کند، هر آینه او را مدد کنید. میکائیل پایان شد، میگد آمد نزد ابراهیم. ابراهیم گفت الحال تو به سوی آتش نزدیک شده ایستاده ای، تمام باران در اختیار من است، چی فرمان میدهی؟ خواهی شد هست که الحال ابری را پیدا کنم و چنان باریش را میریزم که حتی این آتش یک ماه افروختگی اینها همه به خاکستر مبدل میگردن. ابراهیم چی گفتن؟ ابراهیم گفتن نه، گفتن میکائیل گفتن من به تو هیچ حاجتی ندارم، هیچ حاجت ندارم. ابراهیم با این سخن میکائیل را جواب دادن. میکائیل از پیش
حضرت ابراهیم رفت، در حال میگد ملائکه شمال پایان شد. ابراهیم رخصت میدهی که الحال شمالی را پیدا کنم به حکم خداوند که تمام این لخچه های علاو در خانه همین نمرودی ها داخل می شود و تو نجات می یابی. ابراهیم باشد چی می گفت؟ نه، می گفت من حاجت به شما ندارم، من از شما مددم طلب نمی کنم. وقتی میگه جبرائیل که این حالت می دید، حضرت جبرائیل که این ملائکه مقرب بود چیکار کرد؟ گفت پروردگارا چی خوب می شود که مرا اجازت دهی شاید که خلیلی تو به من تکیه کند. وقتی حضرت جبرائیل میگه پایان شد، ابراهیم که جبرائیل می شناخت، گو ابراهیم گفت یک لحظه مانده است که تو الحال داخل آتش شوی، خوب می شود که برای من فرمان کن تا که از این آتش، از این عذاب، از این سوختار تو را نجات دهم. حضرت ابراهیم گفتند کیف احتاج الیک یا جبرائیل و انسا الذی ارسلک. جبرائیل گفت چگونه من از تو محتاج به سوی تو شوم، چگونه از تو من یاردم طلب کنم و فراموش کنم آن ذاتی را که تو را فرستاده است، چگونه من او را فراموش کنم؟ حضرت جبرائیل گفتند مادامی که اینو میدانی از خدای خود طلب کن که تا که تو را نجات دهد. حضرت ابراهیم چیکار کردند؟ میگه چشمای همون نرگسی نیخته به سوی آسمان گرداندند و گفتند اللهم انت واحد فی السماء و انا واحد فی الارض اعبدک. پروردگارا گفتند خدایا من میدانم که در آسمان بجز ذاتی تو دیگر هیچ پر اقتدار نیست، آسمان از آن توست و من یگانه در روی زمین هستم که الله میگویم لا اله الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک. پروردگارا تو پاکیزه هستی، خدایا بجز ذاتی تو دیگر هیچ پشتیبان من ندارم، خدایا حمدم از توست، ملکم از توست. وقتی این سخن میگد گفت حضرت جبرائیل گفتند ابراهیم من به تو فرمان میدهم از خدا طلب کن که تو را نجات دهد. حضرت گفتند که حسب بحالی و علمه بحالی، آن ذات مرا تماشا دارد، آن ذات مرا دیده ایستاده است، چگونه من سوال کنم از خدایی که الحال وی سخنی مرا میشنود، وی حالتی مرا میبیند. وقتی این مفسرای قرآن میگوید وقتی ابراهیم میگوید با آتش از بالای چقدر بلندی باشد، وقتی که میگد کشاده شد و باید که در آتش افتیده شود، یک پرنده خیلی خورد برابر ابراهیم میگه به آتش می آمد و این پرنده میگد با تمام آن آوازی که داشت صدا میزد، داد میگفت و برابر ابراهیم به سوی آتش نزدیک میشد. خداوند میگد این حال پرنده را دید و همان صفتی رحیمی خداوند کشاده شد و به جبرائیل گفت این پرنده ای که مخلوق من است برای چی خودکشی میکند؟ جبرائیل در حال وی را بدار و از آن پرسان که چرا وی همراه ابراهیم در آتش خودش را میسوزاند. جبرائیل میگه وقتی که نزدیک شد پیک رحمان در حال این پرنده خورده داشت و میگه بالای پری خود و این پرنده میگه به سوی خداوند چی گفت؟ گفت پروردگارا گفت من پرنده هستم که یاردم از دست من به ابراهیم هیچ چیز نمی آید مگر این قدر روا میبینم که همراه این خلیلی تو در آتش بسوزم. میگه این سخن پرنده به خدا خیلی خوش آمد و خداوند گفت ای پرنده، گفت چی خواهش در دل داری؟ گفت فقط خواهش من همین است که تمام آن اسما، تمام آن نامهای را که پروردگار تو داری بر من تعلیم بده تا که او را من چیکار کنم، هر جا که نشینم خواه شب باشد خواه روز باشد وی را بخوانم و محبت مرا در تمام دل مردم جایگیر بگردان. مفسران میگویند، مورخای ما و شما میگویند که این همان بلبل بود، این همان بلبلی هست که امروز هم ما و شما با او محبت داریم و هم از خواندن همون بلبل یعنی ذوق ما و شما می آید. چقدر از خواندن همون بلبل ما و شما را خوش می آید که او چیکار میکند؟ همان نامه های خداوندی را میخواند است. وقتی ابراهیم
کشاده شد، خداوند چیکار کرد؟ فرمان داد، از بالا امر شد قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم. ای آتش گفت ابراهیم الحال به سوی تو آمده ایستاده است، کونی بردن و سلام علی ابراهیم، به ابراهیم من، به خلیل من خنک شو و ابراهیم را سلامت در بین خود نگه بدار. این فرمان خداوندی به سوی آتش بود. مفسرای قرآن میگوید از این ندایی که خداوند کرده بود یا نارو، ای آتش ها خاموش شوید، تمام آتش هایی که حتی در خانه ها می سوختن همه خاموش شدن. حضرت ابراهیم میگه در زیر همون آتش زد. چند روز در همون بین حضرت ابراهیم ماندن و همین نمرودی که در اول خواب دیده بود که تخت او را خشخار چپه میکند و تعبیر کرده بودند که کسی میبراید که این سلطنتی تو را چپه میکند، باز خواب دید که ابراهیم در بین همین آتش زنده است و تمام منجمه ها را فیراد کرد و گفت من این چنین خواب دیدم، میخواهم که از همون موضعی که من نظارت میکردم همون موضع مرا برید. وقتی نمرود میگد آمده دید ابراهیم در همون بین آتش سوزان، در اطرافش میگد هر گونه گلها میگد رویده بود و چند درختهای سبز میگد سبزیده بود و حضرت بالای تخت نشستگی و ذکر خدا را میکرد. ابراهیم، نمرود به سوی ابراهیم میگه فریاد زد. تو ابراهیم گفت من دیگر به تو کاری ندارم، خدای تو خیلی خدای قوی بوده است. از این گونه جزایی که من برای تو آماده کردم، از این گونه جزا که وقتی که تو را نجات داد، من دیگر گپی ندارم. فقط از تو خواهش میکنم که این ملک مرا ترک کن، از ملک من بیرون شو. مادامی که فرمان خدا که بود، چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم میگه همراه سارا و همراه دادرزاده خود حضرت لوط، مختصرا میگوییم این قوم ترک کرد و به سوی مصر و از آنجا به سوی فلسطین چیکار کردن؟ حضرت حرکت کردن. و حال نمرود چی شد؟ نمرود همون 400 سال پادشاهی که داشت، وقتی که همون سپری شد و هیچ ایمان بر خدا که نآورد، خداوند یک توده از پشه ها را سوی او خصمی که تیر انداختی، پشه کارش کفایت ساختی. صاحب چار کتاب میگوید یک توده پشه ضعیف به سوی همین قوم نمرود چیکار کرد؟ روان کرد برای نابود کردن قوم نمرود. وقتی این پشه ها آمدن، به مجرد میگد کدام نفری را که همون نش میزند، در حال همراه همون سپاه و اسب خود خاک به زمین میشدند. و نمرود وقتی این حالت دید، میگد از اون موضع به سوی قصر خود آمدن و یک پشه میگه خیلی خورده از پس نمرود روانه شد و آمد، میگه در دماغ همین نمرود در آمد و نش میزد و علاج این همین بود که باید که به یگان چیزی وزنین به سر او زده شود. وقتی چند بار در سر نمرود که میزدند، بعد این پشه آرام میگرفت. و دوست داشته ترین آدم نمرود میگد همون کسی بود که وقتی که به قصر می در آمد، در سر نمرود چند کلتک در سرش میزد تا که همون چکار کند؟ پشه آرام بگیرد. یعنی این یک عذاب از خداوند به نمرود بود. آهسته 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 همین پشه چکار کرد؟ زهر خود به همین نمرود زد و نمرود را از همون بین مردمش، از بین قومش دور ساخت. و این کافر البته به همه ما و شما معلوم است، کسی که این کار خدا میکند، کسی که مبارزه به سوی خدا میبرد، جای او معلوم است که جای وی کجاست. و در همین جا قصه با آتش کشیدن حضرت ابراهیم هم البته انجام می‌یابد. و جمعه آینده خدا خواسته باشد درباره که جمعه آینده فراموش نکنین عید است، روز جمعه عید می شود.
بعضی سفسطه ها هم هست که در روز جمعه وقتی که اگر عید آمد چی مثال مصیبت ها و چی مشقت ها می آیند، شما مردک هستین به این فتواهای زنک ها گوش ناندازین. یعنی شما هم مثل همون زنک ها واری بعد در هر جا که این بسیار عاقبتش ناخوب است گفته، اینا عاقبت ناخوب ندارند. این یک مبارک است که در یک روز 2 عید ما و شما قید میکنیم. روز جمعه خدا خواسته باشد یعنی از ساعت 8 تا 8:30 در همین مسجد یعنی عید میخوانیم، عید قربان. اگر خداوند باز هوای خوب کند در همین ساعت ها البته خوانده می شود. و فراموش نکنین که در روز عید مستحب و ثواب این است که شما ناخورده بیایین، ناخورده و نماز عیدگاه حاضر شوین، این ثواب است. و در راه تکبیر و تشویق بلند گفته لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. اینها را بجای آنه که یگان صحبت های ناخوب و یعنی صحبت های ناصواب میکنید، این تکبیرها را شما گفته و مسجدها حاضر شوین انشاءالله. بعد در باب قربانی و فضیلت های قربانی خدا خواسته باشد همان روز جمعه اگر وقت شد و شما صحبت میکنیم و همان صحبت قربانی حضرت اسماعیل هم خدا خواسته باشد جمعه آینده برای شما میخوانیم و قرائت میکنیم. الحال یک برادر یک سوال کردن، میخواهم همین سوال تیزتر جواب میگردانیم و بعدا دعا میکنیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن اکای حاجی میرزا. برادران من در شهر روسیه کار میکنند و آنها مخلص دائمی شما بودند. آنها با واسطه تلفن از ما خواهش کردند که روز میشود که ما را در راه کارگران ارگان روسیه دستگیر کرده از ما سوم طلب میکنند و ما در برمان سوم نداریم. آنها ما را تا 1 روز 2 روز محکم میکنند. ما در آنجا نماز خوانده نمیتوانیم، در همون عدل ها و در همون کمیره ها. بعد از آنجا برآمدن ما چخیل خوانیم که نمازی در عدل بوده امان را گردانیم؟ التماس جواب درست دهید. اولا خداوند این برادرها را در همون ملک ها نگه بدارد که در همون حالت های بین خیلی مشکلات و مشقت البته از نماز یاد میکنند و دل اونها میل اونها به سوی نماز است و با آنها برسانیم که در همون عدل هم در همون کامیرایی که محکم میشوند، همون برادری که در همون خدشه شال ما را تحقیر کرده است در اولش بسیار همون لیلینا تعریف کرده است که وقتی من لیلینا تحقیر کردم و لیلینا یعنی گپی ناسزا گفتم، از تیریزه یک سنگ در همین پیشانی ما زد و فهمیدم که همین ارواح لیلین بوده است. البته لیلین پیروای خوش میزند، کسی که پیروی لیلین است البته پیرواش میزند، با سنگ میزند، ولی مثال با یگان چیزی وزنی دیگه میزند، با همراه لیلین با همون جای وزنی ترین همون پسترین در با جاد میکند. همین خیل است. حالی تاجیکای ما و شما بیچاره مثال در همونجا برای سوم ندادن همش آمده سه فرزند ما و شما هن. چه حالتهای وزنی دارن، محبت داریم، دوستشان میداریم. همین برادرها باید که در همون عدل نمازشان بخوانند. چخیل میخوانند؟ مثال همون دیوالهایی که هست در همون کامیره ها باید که تیمم کنند. مثال اگر شرایط آب نباشد، همون هم آبی گرم باشد، آبی خنک باشد، ضرر رسان باشد، لازم نیست. بدنها را بیمار کردن لازم نیست. در همونجا تیمم میکنن و نمازشان هم میخوانند. اگر در همونجا نماز نخواندن اونها گناهگار میشوند و اگر نخواندن مبادا نخوانده باشند آمدن البته خیلی قضا میخواننش، لیکن به سبب این ترکشان در نزد خدا گناهگار میشن. من یک 6 مصرع از مسلک برای شما یک نظم خیلی برای نماز ضروری رو میخوانم، گوش اندازین. گر اقل ولد شود بیرون نکند ترک اون نمازش چون. نماز سختی و مستحکمی و ضروریش نظر کنین که زن میگوید که تولد کردی سای نیمی فرزند برآمد است نیمش نبرآمد است. تا اگر فرزند همش نبراید زن ما حکم نفاس دادن نمیتونیم. یعنی در نفاس بعد برآمدن فرزند
نفاس حکم می شود 40 روز زن از نماز از روزه دور می شود. وقتی اگر همینجا میگه نیم فرزند برآمده است، نیمش نبرآمده است، چیکار کند؟ نگذارد اگر نمازش این عاصیه می شود علی التعیین. اگر نیم فرزندش برآمده است، نیمش نبرآمده است، اگر وقتی نماز است نمازش نخواند، در نزد خدا روسیا و گناهگار است. اینه ورطه خود حفره سازد، زی یک یا در ورطه خود اندازد، نرسد تا زیان به فرزندش، این حفیره از آن سبب کندش. حضرت صاحب این صوفی علیار گفته است که چیکار میکند؟ همین آدم میگه در یک جای می نشیند که وقتی تولد در حالت نماز هم که شد، همون فرزند مثال در زمین نزند، برای خودش میگه حتی یک چکری را تیار میکند که پاش در همون داخل جا میکند و می نشیند به سوی قبله و نماز میخواند. اگر مبادا همون تولد شد، مثال اگر راسا باشد در زمین نزند، نشسته بخواند تا که همان در پهلوی خودش زایده شود. ببین تا این اندازه را نماز سخت گرفتن. امروز برادرای ما و شما صحت سلامت هستند، دست و بازوی به قوت دارن، لیکن نماز نمیخوانند. برای همین این برادرها را جوابش همین است. خدا عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. هر مراد و مطلوبی که در دل همه شماست خدای با فضل کرم خودش برآورده بگرداند. و چند برادرها برای همین آبادی طهارتخانه باز یاردم کردند که یک برادر اکای ضیاءالدین میگفتند 10 دانه شیفر آوردن در همینجا برای همون طهارتخانه ما و شما. و برادر اکای حاجی قربان هم برای پشانیدن همین دینامیک ها همین متریال ها را خریدن. و اکای حاجی رجب علی وکیل همین محله هم یک قسم کفل ها را یاردم دادن برای همون نزد دروازه ها را کفل چیندن. و دیگر برادرهایی که در اینجا یاردم ها کردن و کرده ایستاده اند، خدای مبارک عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبشان بگرداند و هر مراد و هر مقصودی که در دلشان دارد خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. یک برادر دیگر هم همونجا مشروطه داشته است، یک قسم سوم روان کرده که در حق ما هم دعا کنید خدایا چی مراد و مطلوبی که دارد به مراد و مطلوبش خدای نائلش بگردانی. آمین یا رب. این خیر احسان هایی که الحال در نزد ما گذاشته هست و چی مرادی که باشد خدای خیر احسان ها را به درگاهش قبول و خدای عمر دراز و تن صحت و از کل آفت های زمینی آسمانی نجاتش دهد. آمین یا رب العالمین.